بزرگترین حمام خون تاریخ کریپتو امروز رخ داده و پشت داستان هیچ کس نیست بجز بایننس. سلام عزیزانم، مجتبی دادبامم از بیتیورسیتی. امروز 22 سپتامبر 2025 رو به خاطرتون بسپرید چون بزرگترین دستکاری تاریخ و عیانترینش امروز رخ داده. در مدت یک ساعت 1 میلیارد دلار، 1 میلیارد دلار پوزیشن لانگ مردم عرض به خدمت شما لیکوید شده. چه اتفاقی افتاده و پشت قضیه کی بوده؟ این عملا فقط یه سقوط قیمت نیست که بگیم پنیک سلینگ انجام شده، یه دومینوی مرگه که هر لیکویدیشن اومده قفل بعدی رو شکسته و این سرمایه ها یکی یکی هدر رفتن. پشت این خونریزی کیه؟ جناب بایننس. چی کار کرده؟ با یه فروش سنگین ایتریوم عملا ماشه رو کشیده و لانگ ها و پوزیشن های لانگ رو کاملا به آتیش کشیده. خب این چیزی که همیشه میگم دیگه، این اسمش معامله گری نیست، این منیپولیشنه، این اسمش دستکاری تو بازاره. بازاری که قرار بود دیسنترال باشه، غیر متمرکز باشه، اما با یه حرکت بایننس به این شکل چیکار میکنه؟ تکون میخوره. از زاویه تحلیلی به نظر من این 2 تا پیام داره. یکی این که بازار کریپتو هنوز خیلی شیشه‌ایه و شکستنیه. 2 این که تمرکز قدرت توی صرافی‌های سنترالایزن، یعنی CEXان که همیشه گفتم بهشون خیلی اعتماد نکنید که تو لحظه میتونن کل ساختار قیمت بیت کوین چیکار کنن؟ منفجر بکنن. دوستای من دقت بکنید، اینجا فقط چند تا تریدر لانگ لیکوید نشدن و این کل اعتبار بازار کریپتو زیر سوال میره با این کار. چون عملا سوالی که این هستش اینه، آیا این واقعا این بازار غیر متمرکزه یا اینکه یه دونه زمینه بازی دست صرافیاست؟ ارادت فراوان.